با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و شعبه کار با زنان و عائله شهر در محله صادرخان حافظ محفل روزگارداری عاید به آماده نمودن طعام‌های قدیمی ملی و طرز ذخیره محصولات برای زمستان گذرانی برگزار گردید. هدف از برگزاری چاره‌بینی مذکور این پیش از همه برای در عمل تطبیق نمودن دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که طی چند سال ضمن هر یک واخوری با راهبران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها اینچنین با اهالی درباره ضرورت پیشکی ذخیره کردن محصولات غذایی برای 2 سال تاکید می‌کنند. اینچنین برای بلند برداشتن معرفت عائله‌داری، آماده سازی دختران به حیات مستقل، هدایت جوان دختران به روزگارداری و به خاطر ارجگذاری به رسم و آیین‌های ملی، میراث نیاگان و عنعنه‌های ملی مردمی می باشد. بیشتر ما روغن دوغ میکردیم. روغنای من پخته گرفته استاده روغن دنبه کتی آموخته کرده یا ادوان گاو کتی آموخته کرده 20 کیلو ذخیره میکردیم و گوشت های قورداغ گوشت ها رو خوش کرده اون اقدا خلادینی که اینها بسیار نبود خوش کرده استاده و هر در تگ خم زیر کرده میماندن و قضی ها رو خوش میکردن. قضی پخته استاده خوش کرده و یه تگ روغن الگبه جمع میکردن و اینه پروسه در زمین کنها میماندن که اونجاها سلقین بود تا بهاره و برای ما میرسید. با ترقیات حیات دخترها علاقه ذخیره های زمستان رو خیلی خوب یاد گرفته استادند که در کدام خانه نروید در زمستان تیاری های خوب دیدهشون رو به پیشکشی مهمان ها کرده همه را شاد میکنند. از طرف زنهای تجربه‌دار محله طرز تیار نمودن کنسروهای خانگی از قبیل مربا، سبزوات‌های کنسرو شده، شربت‌های گوناگون و دیگر محصولاتی که برای نگهداری درازمدت در فصل زمستان موافقند نشان داده شد. در جریان محفل همچنین گفته شد که چگونه محصولات خانگی برای فصل سرما آماده کرده می شود، چگونه آنها را درست نگاه باید داشت و کدام نمود غذا در فصل زمستان بهتر است. با اشتراک شورای زنهای این محله با زنهای فعال محله ما تصمیم گرفتیم که تیار کردن ذخیره های 2 ساله از جمله غوره آب و تیار کردن شربت های گوناگون به مانند برگ تاب و اینچنین در داخل این هم سبزی هم کرم هم پمیدارهای خرد و بزرگ جایگیرش کرده شده است. زنهای کلانسال و صاحب تجربه با مهر و محبت به دختران و جوان زنان اصول آماده کردن خوراک‌های قدیمی ملی از قبیل اوگرا، آش آماچ، قروتاب، حلوای تر و دیگر نوع‌های طعام‌ها را نشان داده عنعنه‌های پخت و پز ملی را یادرس نمودند. بسیاری از اشتراکچیان چاره‌بینی از جمله جوان دختران با توجه و شوق به مهارت زنان کهنسال گوش داده از تجربه آنها بهره برداشتند. یکی از خوراک‌های قدیمی ملت تاجیک ما این آش آماج میگوییم با شیر این رو آماده کرده استادم. محله ما که یکی از قدیمترین شهر ما به حساب می رود و بسیاری نمین عرف و عادت ها و معرکه های ما مثلا خاندان خود که می کنیم البته از همین محصولات وطنی خود ما استفاده می بریم و در اینجا ما باز خوراکی یعنی حلوای تر رو باز آماده می کنیم. این هم از اول که بسیاری به هم سرغذا است با ارد است و نبات تیار میکنند. در جریان محفل تاکید کرده شد که برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها نه تنها اهمیت اجتماعی بلکه معرفتی و فرهنگی نیز دارند. آنها باعث ترغیب و حفظ ارزش‌های ملی، آموزش عنعنه‌ها و در عین زمان کمک به اهالی در شرایط اقتصادی امروزه می‌باشند.
در انتها ساکنان و مهمانان محفل اظهار سپاس نموده پیشنهاد کردند که چنین چاره‌بینی ها من بعد نیز به طور دائمی برگزار شوند تا جوانان از تجربه بزرگسالان بهره‌مند شده برای زندگی مستقل آماده باشند. گزارش پریناز احمدزاده، غالب عبدالغفارов، مظفر صابرов، شهر خوجند، اخبار.